گوشنندگان در کدام در موضع پیشما هسته آنها میدانند و کرامان کاتبین میدانند و آنها مینویسند. وقتی آنها نامه‌های اعمال شما را بنویسوندند خداوند فقط میگه که آگاه بدانید که خود شما بدانستی به آن موضع وزمین و سنگین را چی رها کرده شده اید. وقتی که من شما را زنده گردانیدم نامه اعمال شما را خود شما را در دست شما خود میدون خود قرائت میکنید. حضرت مولا میگه که بیارد در میزان ترازوی حساب و حکم جان را که دستی بینوات داریم را در موقع میخواند هرگز اعمال چیست را دیگه را میتداره چی عملی که در دنیا ما کرده شدهیم همه عملهای خودمون بخونیم از کارهای خودیت کرده شدن شاید نمای حال خدا را پرستش کردید باید این قیامت کردید و در اسلام کردید خداوند متعال بگید یکان علامتی که بندگان من کردن آن بندگان آن عملات را هیچگاه و هیچ محل خداوند بگید خطیان نمیدون. روزی قیامت روزی هست که همه عملهای خفیه کرده شده بندگان برادران همه متعذر پریشان میشن که تا اینکه تمام مردم و جامعه از این عمل این بنده از عملهای خفیه کرده میدونه و میفهمه و چی عملی برادران جامعه انجام کرده. این ما در مصیبت که پیشوای بزرگ هستیم که پیشوای این مردم این جامعه هستیم بزرگی این گفتر چشمه پردوش رحمت بود غفار منم جانگادم بر تو اندر رحمی مادرم خواندیدم هر لحظه بر من کن که خبردار منم. جسم زارت را اگر مانیم موسیقی آیت کریمه گفته‌است خداوند گفته‌است علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. خداوند متعال گفته که یک شهبچه نازنی رفتی در دنیا در میبنی ناهوفی قرار مکین و اجازت من بود که در قرار مکین رحم مادر بود 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت من در اونجا رو من کردم. از اون موضع تنگ و تاریک برادران رحم مادر زیر 3 چنده